با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس، آزاده آبجوخور هستم. امروز آمدم که راجع به اتفاق بسیار غمگین و وحشتناکی که چند روز پیش برای من افتاد براتون صحبت کنم. خونجگر شدم، دلم پر از خون شد، غم شد، ناله کردم، زار زدم، حالم خیلی بد شد. چطونه با؟ آره دیگه، حالا ماجرا از این بود برادران خواهران ملت نمک نشناس، صفحه اینستاگرام منو زدن. پس چی فکر کردین؟ فاجعه ملی دیگه. صفحه منو زدن، صفحامو زدن، 2-3 ساعتم بیشتر پایین نبود، اما 30 تا 40 تا پستای عزیز من رو که نتیجه تحصیلات، اطلاعات، کار کردن سالها در صدای دروغگویان، اینا خب کاره دیگه. پستام بود پستام چی شد؟ پرید. پستایی که تا سال 1900 اینا بود. آره هیچی دیگه. ناراحت شدم، زجه زدم، گریه کردم، آبجو اینا. آره آبجو خوب، خیلی حالم بد بود. چطوره؟ نگران نباشید، زاپاس دارم، گذاشتم میگیم پایین منتظر تا بره بالا. هیچی دیگه. بعد از اینکه خیلی خونه جگر خوردم و زجه زدم اینا، رفتم پیش آقای متشکرم. آقای متشکرم جیفی 2 دقیقه صفحه‌مو کشید بالا. اما یادتون نره ها، وقتی که اینستاگرام صفحه زدی میشه معمولا یه هفته طول میکشه. شما باید به اینستاگرام نامه بنویسید، سوال جواب میکنن ازتون، یه هفته طول میکشه تا صفحه برگرده بالا. اما آقای متشکرم صفحه منو 2 دقیقه کشید بالا. مثل که آدم شورتشو بکشه بالا، اونجوری به اون سرعت بود. دروغ ندارم دیگه، هم ساعتم پشتم میومد. اداره مستضعفین بهمون هدیه داده بود. آره هیچی دیگه. اگه صفحتون پرید مثل مال من و اطلاعات و تحقیقات و اینا همتون از بین رفت، در حدود مثلا 3 ساعت مردم نتونستن ببینن، به آقای متشکرم زنگ بزنید، براتون میکشه بالا. آره بالا، حالم خیلی بده، زجه زدم، زار زدم، گریه کردم، خون گریه کردم. آخه صفحه اینستاگرام من خیلی مهمه برام. چطوره؟ اینجا همه محرمن، بادم امروز نیست که حجاب ما رو ببره نامستم. آره عزیزان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین، اتفاقای خوبی براتون بیفته. آره دیگه. آره من دوتا لازم دارم. گفتم روحم خرابه. صفحه اینستاگرامم 2 ساعت پریده بود. میگم بازش کنم ها با دندون. آره من قهرم با دندون. این حجابه داره میره بالاتر ها. آره دیگه عزیزان، امیدوارم پاییزتون زیبا باشه، زمستونتون گرم باشه، بهارتون پربار باشه، تابستونتون پر از بیکینی و اینجور چیزا باشه. آره بکنم گفتم من روحم خرابه، من سر به سر نذارید. برید به آقای متشکرم زنگ بزنید، همه چی درست میشه. فعلا خدا حافظ تا خبر فاجعه انگیزه و فاجعه آمیزه بعدی. بای. سلام، وقتتون بخیر. میخواستم بگم که دیشب چند ساعتی صفحه من از دسترسم خارج شد و متاسفانه توسط یک هکر صفحه من هک شد و حدود 350 تا از پست‌های من پاک شد. و در واقع اگر صفحه من نگاه بکنید، آخرین پست‌های من مربوط میشه به سال 96، یعنی 2 سال پیش. و میدونید که این اتفاق غم انگیزیه، چون که به هر حال هر پستی پشتش احساسی، خب اتفاقی که افتاده. میخواستم که همینجا قدردانی بکنم از زحمات جناب آقای تشکر، به خاطر اینکه لطف کردن به من و کمک کردن که من بتونم صفحه‌مو دوباره پس بگیرم. به هر اتفاقی که افتاده، امیدوارم که از این به بعد تو زندگی هممون اتفاقات خوبی بیفته و در حق همدیگه دعا بکنیم. پاییزتون مبارک باشه. متشکرم که به حرفای من گوش دادید.